78 سال از پخش اولین قسمت انیمیشن تام و جری میگذره، اما هنوزم طرفدارای خودشو داره. سلام، اینجا انیمولنده و خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو میخوام درباره یکی از محبوب ترین انیمیشن ها صحبت کنم. یه موش زرنگ و شجاع و یه گربه باهوش که همیشه شکست میخوره. قبل از شروع ویدیو یادتون نره که کانال منو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنید. انیمیشن تام و جری به کارگردانی بیل هانا و جوزف باربارا از همون اول شهرت زیادی به دست آورد. اولین قسمت این انیمیشن 10 فوریه 1940 توسط کمپانی مترو گلدن مایر پخش شد و تا 27 سپتامبر 2005 در قسمت‌های 17 دقیقه‌ای ادامه داشت. البته یه لایو اکشن هم از تام و جری توی سال 2021 منتشر شد. اولین قسمت تام و جری که ساخته شد با استقبال کم همکارهای بیل هانا و جوزف باربارا مواجه شد که این ایده تکراریه و قبلا توی انیمیشن ها و فیلم ها زیاد استفاده شده، به طوری که مترو گلدن مایر می‌خواست بعد از پخش اولین قسمت تام و جری اون رو متوقف کنه. اما بعد از پخش اولین قسمت تام و جری و محبوبیت خیلی زیادش دوباره کار روی این انیمیشن شروع شد. بیل هانا و جوزف باربارا برای انیمیشن تام و جری موفق به برنده شدن 7 اسکار شدن. توی این انیمیشن شخصیت منفی وجود نداشت، ولی همیشه به دلیل نقشه‌های هوشمندانه جری تام شکست می‌خورد. تام و جری توی کل مدت انیمیشن به جز بعضی از قسمت‌های خاص حرفی نمی‌زدن و این باعث شد که مردم کل جهان بتونن از این انیمیشن لذت ببرن. البته موسیقی متن جلوی سکوت مطلق رو می‌گرفت. همونطور که می‌دونید شخصیت‌های اصلی انیمیشن تام و جری هستن، اما شخصیت‌های دیگه‌ای هم به جز تام و جری وجود داشتن، مثل سگ بولداگ، بچه موش، گربه ولگرد، پرنده و صاحب تام. از بین همه این شخصیت‌ها تنها شخصیتی که انسان بود صاحب تام بود که هیچ وقت صورتش نشون داده نشد به جز یه بار و فقط برای چند لحظه که صورت صاحب تام رو دیدیم. البته با این همه خوبی به این انیمیشن انتقادهایی هم شده، مثلا اینکه توی بعضی از قسمت‌های تام و جری تبعیض نژادی صورت گرفته یا اینکه توی این انیمیشن خشونت و کشت و کشتار بیش از حد به نمایش گذاشته شده، اما طرفداران تام و جری هنوز این انیمیشن رو دوست دارن و تماشا میکنن. حتی بعضی‌ها میگن که تام و جری آخر قسمت بلو کت بلوز خودکشی میکنن، ولی کسایی هم هستن که این موضوع رو رد میکنن و میگن که تام و جری از چیزهای زیادی مثل شلیک گلوله و بمب زنده موندن و قطار نمیتونه اونها رو بکشه. اصلا این قسمت آخرین قسمت این انیمیشن نیست و کلا اختلاف نظر در این قضیه زیاده. نظر شما چیه؟ انیمیشن تام و جری بالای 160 قسمت داره، اما علاوه بر این قسمت ها اسپیناف های خیلی زیادی از تام و جری ساخته شده. اسپیناف های مثل نمایش تام و جری در سال 1975، نمایش کمدی تام و جری از سال 1980 تا 1982، تام و جری بچه‌ها از سال 1990 تا 1993، تام و جری قصه ها از سال 2006 تا 2008 و تام و جری شو در سال 2014. الان با اینکه مدت زیادی از انتشار اولین قسمت انیمیشن تام و جری میگذره، اما هنوز طرفدارای خیلی زیادی داره و هر روز به طرفداراش اضافه میشه. خب امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید و نظرتون هم برام بنویسید. و تا ویدیوی بعدی، بدرود.